باشیم که اینو بزن دونم بزنم. وای من خیلی خنگم، اینو خاموش بود اصلا. میگم نمیشد. آره خلاصه که اینم مسواکمونم زدیم و خب خاموششم کردیم. حالا این در این کمادیمونم ببندیم و ای خاک بسترم بریزم باید داره بهم دستشوری. حالا یه خورده بهتر شدی. بذار فلش بزنیم. هرچی را باز کنم و این دستمونم میشوری. گفته بودم که این ولی دستم هست داره. حالا بریم ببینیم چی میشه. راستی میخواستم بگم خبر عجیب داره. میگن که یه قراره حیوان زنده بیاد ولی نمیدونم پرنده سوسماره چیه، ولی حالا یه غذای گربه آوردم ببینم غذای گربه ها رو میخوره یا نه. واقعیتش بودلم به غذای گربه رسید ولی خوبه، امیدوارم بخوره. خیلی خوبه نه؟ خب بالاخره خونه این خانم رسیدم. تق تق خانم ببخشید. یا حسین مظلوم. یا خدای امیدوارم پوسی باشه یا هر آدم دیگه غیر از پوسی. سلام. یه شماره که این خانم هستن. بله من فکر کنم روی لبه نوشته شماره یک بالش. آره انگار بسته خودمه. اوه شماره یک پس شمایی. خوشبختم. خب بفرمایین از جعبتون. خیلی ممنون. کاده بگیرم. خودکار میشه قرض بدین؟ البته بفرمایین. بذار یادداشت کنم. خب چرا دقیقا روی اون تمرین یادداشت کردین؟ چون اگه روی تمرین یادداشت کنی بنویسی بسته گرفته شد، بعد کسی که صاحب خونه هست متوجه میشه اینطوری که کی بسته رو گرفته. ببخشید خانم به خاطر نادونستن